واقعیت‌های راجع به شغل عکاسی و فتوشاپ که هیچ کس بهتون نمیگه. سلام، من هانیم. امروز توی این ویدیو میخوام باهاتون یه سری فکت‌ها رو به اشتراک بذارم راجع به شغل عکاسی و فتوشاپ و ادیت که شاید کمتر کسی بهش اشاره کرده باشه. اول یه بیوگرافی کلی راجع به خودم بهتون بدم. من هانیم، 30 سالمه و 13-14 ساله که توی این شغلم. اول از همه رشتم تجربی بوده، رشته هنری نبودم، ولی خب به عکاسی که علاقه‌مند شدم، کلاس‌های انجمن سینمایی شرکت کردم و اول اونجا دوره دیدم. بعد دیدم نیازم برطرف نمیکنه، رفتم دانشگاه عکاسی شرکت کردم و اونجا عکاسی خوندم. ولی خب یه نکته مهمی که اول باید بهش اشاره بکنم اینجا اینه که اونقدری که شما توی تکرار و تمرین تجربه به دست میارین توی این شغل، توی دانشگاه چیزی یاد نمیگیرین. من حالا آدم خوششانسی بودم، توی اون دوره‌ای که دانشگاه عکاسی میخوندم، دانشگاه ما دانشگاه برتر کشور شناخته شده بود و بهترین استادا رو در اختیار ما میذاشتن. ولی خب واقعیت اینه که عکاسی و فتوشاپ و یا شغلای مرتبط بهش شغلای عملی هن. یعنی شما هرچی تکرار و تمرین بیشتری داشته باشین توی اون کار خبره تر بشین. پس نمیتونین با گذروندن یه دوره یا یه چند سالی مثل دانشگاه به این اکتفا بکنید و بگید که من خبره شدم و الان میتونم وارد بازار کار بشم و کلی کار بگیرم. یه چیزی که الان جدیدن خیلی باب شده اینه که خیلی تحت عنوان دوره‌های آموزش عکاسی، دوره‌های فتوشاپ، دوره‌های ریتاچ، خیلی دوره‌های مختلفی که به این شغل مربوطه، میان به شما دوره میفروشن و میگن که بعد از گذراندن این دوره سریع بازار کارو میتونید به دست بیاری، سریع میتونید وارد بازار کار بشی، فلان شغل رو میتونی به دست بیاری، درآمد چند صد میلیونی میتونید داشته باشی. واقعیت اصلی اینه که بازار کار این شغل خیلی زیاده توی زمینه‌های مختلف. کار تبلیغاتی، کار ودینگ، کار تولید محتوا، خیلی حیطه‌های شغلی مختلفی داره. به خاطر همین توی هر کدوم که انتخاب میکنی اول از همه باید تجربه زیادی به دست بیاری. من خودم دوره‌ای که برای کارآموزی دانشگاهمون بود توی استودیوی تبلیغاتی مشغول به کار شدم. رشته من عکاسی خبری بود، ولی اونجا که مشغول به کار شدم عکاسی تبلیغاتی رو ازشون یاد گرفتم و خب اون خیلی برای من چیز مثبتی بود. اون دوره کارآموزی برای من خیلی نکته‌های مثبت زیادی بود. چیزایی یاد گرفتم که اصلا توی دانشگاه هم بهشون هیچ دسترسی نداشتم، نه به عکاسی تبلیغاتی نه به نوپردازی. چرا یه سری درسای مثلا یه واحدی، سه واحدی، یه سری درسای این مدلی داشتیم توی حوزه عکاسی تبلیغاتی، ولی بازم اونقدی کمک کننده نبودش که این کارآموزی و گذروندن اون دوره پیششون به من کمک کرد و تونستم عکاسی تبلیغاتی یاد بگیرم. حالا جدا از بحث عکاسی، بحث فتوشاپ که دیگه خیلی اوضاعش بدتره. توی دانشگاه ما که میگم تازه من خوش شانسه بودم، دانشگاهمون دانشگاه خوبی بود، اونقدی اصلا روی فتوشاپ تمرکز نداشتن، اونقدی بحث ادیت براشون باز شده نبود. کسی که عکاس خوبی باشه نباید هیچ ادیتی روی عکساش داشته باشه و خب این خودش خیلی کمک کننده بود توی دوران دانشگاه، چون به ما کمک می‌کردش که عکسای سالم‌تری بگیریم، بهتر عکاسی بکنیم. این خیلی روی عکاسیمون تاثیر مثبتی داشت. ولی خب ادیت خواه ناخواه مکمل عکاسیه. یعنی کسی که عکاسی میخواد بخونه، کسی که عکاسی بلده، اصلا ادیت بلد نباشه، نصف کارش لنگ میمونه. مخصوصا الان، سالهای قبل‌تر چرا برون سپاری میکردن، الان با اوضاع کار الان، بازار کاری که از همه لحاظ اشباع شده و پره، باید به عنوان یه فردی که عکاسی بلده ادیت هم در کنارش بلد باشی که بتونین توی مواقع اضطراری یا حسن میخواین کارتون رو برون سپاری هم کنین، توی یه سری جاها که آدم گیر میکنه به قول گفتنی کارش، بتونه کار خودش رو راه بندازه. فکت بعدی اینه که شما باید مشتری گرفتن رو یاد بگیرید، باید خروجی خوب بتونید ارائه بدین و بازم یه نکته خیلی مهمتر از اینا اینه که شما یه سری فصلهای سال بیکارید، مخصوصا تو ایران. شما اگر که بخواید ودینگ کار بکنید، محرم سفر کار ندارین، ماه رمضان کار ندارین، یه سری ماه وفاتا، یه سری مراسم های این شکلی شغل شما رسما تعطیله. بنابراین مخصوصا کسایی که ودینگ کار میکنن یا استودیو دارن، یه سری فصله سال اصلا بیکارن و صرفا دارن ادیتاشون رو میگذرونن با عکسای کودک تبلیغاتی، مثلا اینا دارن دورشون رو رد میکنن که برن. یه نکته مهم دیگه این که شغل ما یکی از آسیب پذیرترین شغلای جامعه است. این که بگن شما میتونی $N در ماه درآمد داشته باشی، همش ممکنه، ولی
واقعیت اینه که بعد از کرونا، بعد از جنگ، بعد از همه اتفاقات، اولین شغلی که آسیب میبینه شغل ما. چرا؟ چون که شغلی نیستش که جزء روزمره مردم حساب بشه. مردم بهش نیاز اضطراری داشته باشن که بخوان انجامش بدن. کسی واجبش نیست حالا مثلا وسط جنگ بره عکاسی بکنه. به خاطر همین باید همه این شرایط رو در نظر بگیریم. یه نکته مهم دیگه که باید در نظر بگیریم اینه که شغل عکاسی و فتوشاپ، من همش این دوتا رو با هم دیگه میگم چون واقعا مکمل هم دیگه، یه چیزیه که شما همش باید خودتون رو آپدیت بکنید، همش باید خودتون رو بروز بکنید با جدیدترین متدای دنیا، جدیدترین روش‌های ریتاچی که هستش. همش باید خودتون رو آپدیت نگه دارین که بتونین مشتری نگه دارین و مشتری جدید به دست بیارین. یه فکت مهم دیگه که بازم خیلی‌ها بهش اشاره نمی‌کنن، بحث فرسودگی جسمیشه. کسی که عکاسه یا کسی که ادیتوره تایم زیادی از زندگیش، از اون برهه کاریشو روی جسمش فشار زیادی میاره. کسی که ادیتور ساعت زیادی میشینه، بعد نشستنش خودش دیسک کمر میاره، دیسک گردن میاره. کسی که عکاسه تایم طولانی از اون برهه کاریشو، باز دوربین به دستش، دوربین خودش نزدیک 1 کیلو 1 کیلو نیمه که شما یه تایم طولانی باید اینطوری محکم نگرش داری، زاویه‌های مختلف باید بگیری. حالا کسی که بدین کار کرده باشه یا مدلین کار کرده باشه میدونه بعضی وقتا ممکنه شیرجه بزنی عکاسی بکنی، بعضی وقتا ممکنه بخوابی، زاویه‌های مختلف داشته باشی. اصلا یه شرایط جسمی میخواد که واقعا بتونی هندل بکنی. کم ندیدم من عکاسا و ادیتورایی که بعد از 2-3 سال کار کردن واقعا دیسکشون مشکل پیدا کرده و نتونستن دیگه این کار رو ادامه بدن. خب اینم بازی واقعیت دیگه ایه که شاید اون اولش که دارن بهتون هی میگن این شغل پولسازه نگن بهتون، ولی باز اینم یه نکته‌ایه که باید حتما بهش دقت بکنید. مثلا یه سری ورزش‌ها هستش برای کسایی که تایم طولانی میشینن، یه سری ورزش‌ها هستش برای کسایی که یه سری جسم سنگین همیشه دستشونه، مثلا فیلم بردارا یا کسایی که ویدیو کار میکنن رونین دستشون باشه. خود رونین رو دست گرفتن یه زور زیادی میخواد. من خیلی وقتا خسته باشم مثلا نمیتونم رونین دست بگیرم، اون یه وزن زیادی داره، دوربین یه وزن زیادی داره، بعد در عین حال که این وزنهای زیاد روی جسم تو هستش تو باید بتونی کنترلش بکنی که تصویرت نلرزه، خروجی خوبی در بیاری. خیلی چیزای جسمی داره که باید بتونی هندلشون بکنی. به خاطر همین اگر که داری این شغل انتخاب میکنی یا توی این شغل هستی، حتما نکته‌های جانبیش در نظر بگیر که آسیب جسمی نبین. اینم باز یه نکته دیگه است که خیلی‌ها میگن چی کار میکنید؟ مگه یه دکمه میزنید؟ حالا مگه چی کار میکنید؟ پشت سیستم نشستی کار میکنی؟ کارتون آسونه، پولش خوبه، کار هنری لذت بخش، همه ایناش هست. آره همه این خوبی‌ها رو داره. واقعا من خودم عاشق این شغلم، چون اگر عاشق این شغل نبودم بعد از این همه بره زمانی تو این شغل هنوز نمیموندم. قطعا شغلم رو عوض کرده بودم، رفته بودم دنبال یه کار دیگه. چه بسا که برای دانشگاه من خیلی دردسر داشتم، خانواده مخالفت میکردن، سختم بود، 2 تا دانشگاه با هم میرفتم، ولی خب این شغلی بود که بهش علاقه داشتم. به خاطر همینم با همه سختیاش با جون و دل پذیرفتمش. پس اگر که شما هم فکر میکنید آمادگی پذیرش همچین شغلی رو دارین، بعد برید دوره شرکت بکنید و بخواید زمانتون رو روش بذارید و خودتون رو آپدیت بکنید یا هزینه بکنید براش، چه از نظر مالی، چه از نظر زمانی، چه از نظر جسمی، چون هر ستاشو واقعا نیازی که همزمان با همدیگه داشته باشید. پس اگر که دوست داشتین تا اینجای ویدیو و دوست داشتین که با من همراه باشین، چون توی این کانال قراره که یه سری نکته ها و یه سری ترفندای کار را بنداز فتوشاپی رو بهتون یاد بدم که طی این سالا یاد گرفتم. حالا اگر که دوست دارید تو هم با من همراه باشید، با هم دیگه چیزای جدید یاد بگیریم، پس حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. فعلا خداحافظ.